آقا این ماشین برای شماست؟ چه خانم باهوشی، از کجا فهمیدید ماشین منه؟ آخه خیلی بهتون میاد. خواهش میکنم. قابل نداره، ماشین خودتونه. مرسی، برازنده خودتونه. خواهش میکنم. قبلا اینجا ندیدمتون. تو همین محله زندگی میکنین؟ نبایدم منو ببینید چون مثلا ایران زندگی نمیکنم. من اون برای آبم میام اینجا ملک میخرم میام. الان اومدم این برای چند تا ملک بخرم. اوه. شما ساکن همین محله این؟ بله، ما همینجا زندگی میکنیم. چه خوب. راضی؟ چطور اینجا بخرم نخرم؟ عالیه. خوبه پس. سعید به ماشین مردم تکیه نده. باید یه عمر کار کنیم خسارت بی‌فرهنگی تو رو بدیم. منو با یکی اشتباه گرفتن، میگن به بنز تکیه نده. بنز منه. سعید بیا هندونه آقا رو ببر. الان وقت صدا کردن بود. بیا دیگه.